یک روش تحقیق کردن میخوام بهت یاد بدم که توی همه ویدیوهای یوتیوبت اگه اینو به کار ببری احتمال اینکه ویدیوها ترند بشه و وایرال بشه خیلی خیلی بیشتره و هم میتونی سابسکرایبرهای بیشتر بگیری و بازدیدهای بیشتری هم بگیری. تا آخر این ویدیو با من باش که کامل اینو بهت یاد بدم. چطور بچه‌ها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال تجارت یوتیوب خوش اومدید. من بنان بط هستم. قبل از اینکه ویدیو شروع کنم حتما دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید. خیلی بهم کمک میکنه، انرژی بهم میده که بتونم ویدیوهای خیلی بهتری رو مثل این ویدیو برای شما بسازم. وقت دیگه تلف نمی‌کنیم، بریم سراغ مانیتور. اول از همه ما به حالت پرایوت مود وب براوزر نیازه. من از پرایوت براوزینگ فایرفاکس دارم استفاده میکنم. وارد وبسایت یوتیوب میشیم. ما برای این داریم از پرایوت مود استفاده میکنیم که بتونیم بهترین حالت تحقیق رو انجام بدیم. چرا؟ چون اگه من وارد صفحه یوتیوب خودم بشم میبینی که ویدیوها خب کلا فرق داره، همه زبان‌ها فارسیه و من ویدیوهایی که من مد نظرم هستش توی این کانال رو برای من شخصی سازی کرده یوتیوب برای من و هر جستجوی دیگه هم انجام میدم چیزایی که بیشتر مورد علاقه من هستش رو به من نشون میده. ولی خب من مد نظرم اینه که ویدیوهایی که میخوام درست بکنم به آدمای جدیدترم برسه. خب چجوری این کارو میکنم؟ اینکه بهش نشون بدم که من یک کاربر جدید هستم و یک چیز جدید بهم نشون بده. مثلا من خودم توی حوزه آموزش یوتیوب دارم فعالیت میکنم، پس مینویسم حالا چیزایی که مربوط به یوتیوب هستش. مثلا میخوام بنویسم آموزش ویرایش ویدیو. میبینم که چه چیزایی توی این حوزه اصلا برای من آورده هستن. خب مال 3 سال پیش، 9 ماه پیش این ویدیوها که داری میبینی خب کسایی هستن که خیلی طرفدار دارن و احتمال اینکه ما بخوایم با اینا اصلا رقابت کنیم خب اول خب زیاد هست، اما برای ما سخته با این افراد بتونیم رقابت بکنیم. چجوری حالا میتونیم از این افراد جلو بزنیم؟ باید دنبال این باشیم که مردم و بینندگان مختلف دارن به چه چیزایی دارن توجه میکنن. مثلا برای همین کار من اول میرم رو فیلتر رو میرم روی یک هفته و بعد از اون میارمش روی حالت سورت پای، من میارم روی حالت ویو کانت و هر کنه من اینجا خودم افزونه ویدایکی رو اینجا نصب کردم. برای این کار به هم نشون میده که سابسکرایبر هر کدوم از این افراد چه تعدادی هستن. من اینیبل کیوردز رو اینجا میزنم. حالا من قبلا راجع به تیوب بادی هم صحبت کردم که همچین کاری میتونه بکنه، اما خب ویدایکیو هم همچین کاری رو کرده و میتونین اطلاعات افراد رو ببینید. خب ما چه چیزایی رو اینجا مد نظرمونه که ببینیم؟ چجوری ما میتونیم افرادی رو پیدا بکنیم که بتونیم باشون رقابت کنیم و بتونیم از اونها حتی جلو هم بزنیم؟ باید ویدیوهایی رو انتخاب بکنیم به عنوان رقیب خودمون که بازدیداشون یعنی ویوهاشون از تعداد سابسکرایبراشون بیشتره. مثلا همین ویدیو اول، ویدیو کارن تیتین، یکی از این ویدیوهاش هستش و اینجا میبینید 12 کا سابسکرایبر داره و همینطور 544 خب ویو. این مناسب نیستش، اما خب این ویدیو اول مناسب تر. آموزش ادیت ویدیو با اینشات قسمت دوم. پس حالا آموزش ادیت ویدیو با اینشات میتونه مد نظرمون باشه. و داخل اینجا بازم 12 کا 437 ویو بازم مناسب نیستش. بازم همینطور 600 خب 12 ویو 125 ویو نه بازم مناسب نیستش. 422 نه 77 تا 19 تا نه بازم مناسب نیستش. 153 18 نه. مثلا این حتی ما کنیم 6 تا سابسکرایبر هم 23 تا ویو. آموزش حذف و تغییر بک‌گراند ویدیو، چطوری بک‌گراند ویدیو رو حذف بکنیم. این آدم حتما تحقیق کرده راجع به کلمات کلیدیش و توی این یک هفته خب 23 تا ویدیو بازم بد نیست واسه کسی که شروع کرده. نگاه 6 تا سابسکرایبر داره. مطمئن باشه هم که 23 تا ویو گرفته خیلی با ارزشه. بچه‌ها حتما اینو دقت بکنید.
برای اینکه بتونیم ترند بشیم باید از موضوعاتی که از تعداد فالوورهای ما، از تعداد سابسکرایبرهای ما بیشتر هستش بتونید از اون ویدیو استفاده کنید. حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم این ویدیو رو لیست بکنید، کلمات کلیدیش رو یه جا یادداشت بکنید و اگه موضوعی به مربوط به اینا بهش برخوردید حتما ازش استفاده بکنید. خب مثلا آموزش ساخت ویدیو، همین این ویدیو هیچ ویوی تازه نخوردم، خب جلو چشم ما اومده، همین الان واسه این طرف الان این یه ایمپرشن رفته. خب سابسکرایبر هم احتمالا نداره، نشون نمیده. این آدم 324 تا سابسکرایبر گرفته ولی خب ویوی هیچی نگرفته. حالا از یه هفته ما الان چیزی که بیشتر مد نظرمون بود اینکه این ویدیو بیشتر مد نظر ماست، آموزش ادیت ویدیو با اینشات. خیلی الان مناسبه، یعنی هر کسی، الان خود منم حتما تو ویدیوهای بعدی حتما ازش استفاده میکنم و ادیت ویدیو با اینشات رو حتما آموزش میدم. حالا ما این فیلتر رو چون ما توی یه هفته بود، ما میخوام بیارمش روی یک ماه. ببین تو اینجا الان مثلا قسمت اولش اومد 154 تا 3K ویو قشنگ خورد، یعنی من دنبال همچین چیزی هستم. من حتما از این ویدیو استفاده میکنم و ویدیوهای بعدی خودم رو وارد میکنم و میبینی که چقدر بعدا میتونه خوب رشد بکنه. اینجا ببینید دوباره یک ویدیوی دیگه هستش، سبیده اقبالیان 361 سابسکرایبر داره و 2.5K ویو، خیلی بازدید خوبی خورده، اون تو 2 هفته. بچه قشنگترین فیلتر، دیگه میکاپ نکن. و اینجا خب بازم انگار کلمات کلیدیشو استفاده نکرده و نیاورده، انگار استفاده نکرده، اما خب توی شورتس مردم دنبال همچین چیزای انگار بودن و این میتونه خیلی بازدید خوبی بخوره. حتما منم از این ویدیو استفاده میکنم. پس اینشات و فیلترهای روی ویدیو. خب اینجا 7K سابسکرایبر گرفته، خب 2K بازم مد نظر ما نیستش، 2.1 مناسب نیست. اینجا 9.1 مناسب نیست، 2.1 مناسب نیست. 152 همون قسمت دوم که اینجا رو دیدیم و 9 نه مناسب نیست، 2 نه مناسب نیست، مناسب نیست. نزدیک هم بازم مناسب نیست. حالا این تا اینجا من دقیقا روند انجام ویرایش ویدیو رو بهتون نشون دادم. حالا این تو یک موضوع هستش بچه‌ها، فکر بکنید تو کل موضوعات مختلفی که مثلا من دارم راجع آموزش یوتیوب، آموزش تولید محتوا هوش مصنوعی، درآمد دلاری و همه اینا بتونم مثلا محتوا در بیارم، چقدر میتونه واسه من بازدید کننده بیاره. واسه موضوعات خودتون هم ببینید چجوری میتونید این کارو انجام بدید. حالا میخواد آشپزی باشه، میخواد نقاشی باشه، میخواد نمیدونم آموزش های تریبل، هر نوع آموزش دیگه، هر نوع ویدیویی، رقیب هاتون رو بچه‌ها پیدا بکنید. رقیب هاتون خیلی میتونه به شما کمک بکنه. رقیب در از شما طرف مقابل شما نیست، شما میتونید ازشون استفاده بکنید. اینا کمک کننده شما. مثلا یوتیوب برای همین فضاش جذابه که میتونه بهتون کمک بکنه شما بتونید کپی برداری بکنید از روند کارهای آدمای دیگه و بهتون خیلی کمک میکنه. اینا حتما انجام بدید و نتیجه کارهای خودتون رو حتما توی بخش نظرات توی این پایین بهم بگین. خیلی خوشحال میشم راجع به پیشرفت شما بدون. دوستان مرسی که تا اینجا من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. در ویدیو بعدی میبینمتون.